هی گایز، سلام بچه، خوش اومدید به ویدیو دیگه. یکیتون تو کامنت گفته بود چجور این پوجاو لانچر رو ما دانلود کنیم. بچه ببینید، این پوجاو لانچر اگه نمیدونید چیه، لانچر ماینکرافت جاوا توی موبایل هست. حالا چجور باید نصبش کنین رو الان میگم. اولندش که توی مایکت نمیشه، حتما باید از توی بازار دانلود کنید. وارد بازارتون بشین، اون بالا توی جستجو بنویسید پوجاو لانچر، سرچ کنید. این عکس کرافتینگ تیبل توری است، حجمش هم 32 مگابایته. اینو شما نصب کنید. خب موقعی که رفتید توش، حالا من اون بالا یعنی اینجا دقیقاً اینجا یوزرنیم منو زده. خب اکانتی که ساختم، شما موقعی که میان به جای یوزرنیم عکس به علاوه است، اونو میزنین، اکانتتون رو میسازین. از روی این مداده میتونید برید نسخاتون رو، مثلا اینجا من 185 الان چون بدوارز بازی میکنم 185 رو انتخاب کردم. و آره دیگه، این بود آموزشش و تا ویدیو دیگه. فعلا بای بای.